بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خوش آمدید. امشب پیروی صحبت‌های قبلی در هفته‌های گذشته بحث جهاد اقتصادی رو باز ادامه میدیم و با میهمانی بسیار محترم بحث رو بعد از یک گزارش کوتاه شروع میکنم. به اولین گزارش توجه بفرمایید. چند نکته رو من در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی خدمت شما و دوستان عرض بکنم. یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری فساد اقتصادی عدم وجود ساختارهای ضد فساد نظیر شفافیت اطلاعات. نمونه بسیار مهمش در مقابله با بحث فساد زمینخواری طرح تعیین حدود اراضی کشور یا همون کاداستر. میدونیم که زمینخواری هسته بسیار از مفاسد اقتصادی. اجرایی شدن این طرح سبب شفاف شدن در عرصه زمین و مسکن میشه، اما این طرح به کندی در کشور آقا الان داره پیش میره و تحلیل ما اینه که ساختار قوه قضاییه به عنوان مجری این طرح مناسب نیست و پیشنهاد ما اینه که این طرح باید به دولت واگذار بشه تا سریعتر به نتیجه برسه و نهادهای نظارتی نیز بتونن وظیفه‌شون رو بهتر انجام بدن. خب متشکریم. میهمان عزیز جناب دکتر حسن عباسی، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. ممنون از آخرین باری که ما با هم در این برنامه بودیم در مورد سومین برنامه در ارتباط با سود بانکی بود و به دنبال اینکه چه فرمول برای اصلاح بانک ها در نظر داشتیم که شما اون بحث خیلی جالب عنوان برنامه هم ربا جنگ با خدا رو داشتیم و امشب صحبت در واقع در تو مهندسی اقتصاد هست. یعنی حالا میخوایم وارد بحث بشیم. این پلیبک اولم که رفتیم صحبتی بود که یکی از دانشجویان در حضور مقام معظم رهبری داشتن. پس اینا مسائلی است که باید تحلیل بشه، آنالیز بشه و به یک نتیجه برسیم و بتونیم حلش بکنیم. بحث حالا زمین و حالا برگردیم به عقب‌تر، مهندسی اقتصاد کشور. اولا چرا ما باید در با مهندسی اقتصاد صحبت بکنیم؟ این مهندسی اقتصاد چه نسبتی با مهندسی فرهنگی داره، به مهندسی سیاسی داره؟ یعنی این کجای این نقش مهندسی اقتصادی حضور داره و ما باید چه بکنیم برای در واقع اصلاح این و برنامه داشتن برای رسیدن به یک حد متوازن؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در این ماه شریف و عزیز که در ضیافت و مهمانی الهی حضور دارند. همونطوری که شما اشاره فرمودید، مسئله مهندسی اقتصاد و دیدن مقوله فساد اقتصادی، مسئله زمین، مسئله منابع مالی، منابع انسانی، هر حوزه دیگه‌ای که به اقتصاد برمیگرده، مهندسی کردن اقتصاد یه ضرورت جدی است. ما بیش از 10 ساله که در کشورمون مسئله مهندسی فرهنگ مطرح شده، اما مهندسی فرهنگ منهای مهندسی سیاست منهای مهندسی اقتصاد، هیچ کدامش معنی خاصی نداره. اینها یک بستن، یک پکیجن. در طول 32 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی ما بارها دیدیم جریان‌ها و جناح‌های سیاسی که رو آمدن به خاطر فساد اقتصادی زمین خوردن و در صدر اسلام هم این رو داشتیم. ابا عبدالله در صحرای کربلا می‌فرماد که دلیل این که شمشیری که جد من دست شما داد که از اسلام دفاع کنید روبروی من گرفتید، یک دلیلش اینه که مال‌های حرام زیر پوست شما انباشت شده. ببینید، خود به قول پنروز که از استادان اقتصاد سیاسی است، میگه که همیشه در تقابل بین اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد و سیاست، اون طرفی که شکست میخوره فرهنگ و سیاسته و در واقع در نظام کپیتالیستی که سرمایه مبناست، مبنای فرهنگ، مبنای سیاست، مبنای هر چیز دیگه ای، اون نکته‌ای که موجب اضمحلال و شکست خواهد شد این هست که ستونه و ترازوی اقتصاد رو ندیده بگیریم. در مهندسی فرهنگ امروز در جامعه ما و در مهندسی سیاست ما می‌بینیم ضربه‌ای که همیشه فرهنگ و ضربه‌ای که سیاست خورده از حوزه اقتصاد بوده. بی‌توجهی به اقتصاد به خاطر منفعت‌ها، به خاطر ویژه‌خواری‌ها، به خاطر راندخواری‌ها، به خاطر خیلی از مسائل دیگه همیشه موجب انحطاط و موجب اضمحلال جوامع و جریان‌های سیاسی و حتی افراد بوده. یکی از دلایل گسترده ریزش نیروهای به درد بخور سیستم همواره این بوده که اینها از نظر مسائل اقتصادی به ورطه خاصی افتادن و از دست رفتن.
یکی از مواردی که در کشور متاسفانه خوب دیده نشده مسئله مهندسی اقتصاده و هم ارز دیدن مهندسی اقتصاد به نسبت مهندسی فرهنگ و به نسبت مهندسی سیاست و نظام مهندسی ملی در این حوزه. این ضرورت از چند جهت چشمگیره. یکی از جهت این که به هر جهت امروز فروپاشی اقتصادی ایالات متحده و اروپا کاملا جدی است. نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری عمیقاً در حال اضمحلال هست. رکود اقتصادی اونجا بیداد میکنه. بیش از 14.5 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده بدهی خارجیش و این وضعیتی که امروز ما در صحنه اتحادیه اروپا می‌بینیم و اینکه اصلا هیچ تضمینی وجود نداره این رکود اقتصادی گریبان جامعه ما رو هم بگیره یا نه. پس ما بایستی با یک آمادگی جدی هم در سطح افکار عمومی هم در سطح مسئولین این آمادگی رو داشته باشیم که رکود اقتصاد جهانی که سراغ جامعه ما هم خواهد آمد، ببینید که ما بیش از 30 سالی که در تحریم اقتصادی هستیم، مسئله مهندسی اقتصاد ضرورت داره یک بازنگری جامع در همه حوزه‌ها صورت بده، بتواند به اصلاح امور بپردازه. بالاخره فساد اقتصادی روبروی صلاح و اصلاح اقتصادیه. اونم توی جامعه‌ای که دینی هستش و جامعه‌ای که عمیقاً دینی است. یک تجربه جدید دین در حکومت. مجموعه عمیقی از مفاد و مسائل در مورد مسئله اقتصاد رو در کتاب اصلیش یعنی قرآن داره. قرآن در مورد آنچه که بیع نامیده میشه و ما اینجا بهش میگیم اقتصاد، حجم عظیمی از نکات و موارد رو داره. و لذا چطور ممکنه ما در این حوزه تعطیل باشیم، در این حوزه کاملا منفعل باشیم؟ پس ضرورت اول وضعیتی است که اقتصاد جهانی داره میپذیره که ما به سمت مسئله مهندسی اقتصاد بریم و ارزیابی کلی. نکته دوم به دلیل اینکه قطعاتی که مورد مطالعه قرار میگیره، یک بار نظام مالی و بانکی مورد ارزیابی قرار میگیره. ببینید واقعیتش اینه که کشور ما الان اقتصاد پول مبنا رو پذیرفته. این یک مکتب در اقتصاده. انواع اقتصاد دیگه هم وجود داره. اقتصاد پول مبنا درسته 6000 سال در تاریخ بشر پول مطرحه، اما از در واقع 70-80 سال اخیر هست که اینقدر نقش پول در اقتصاد جدی شده. پس یک بار ما میام اینو فقط بررسی میکنیم، یک بار مسئله شغل رو بررسی میکنیم، یک و اشتغال و کار رو، یک بار مسئله مسکن رو، یک بار مسئله زمین رو، یک بار صنعت رو. ببینید این قطعات پازل اگر یک پارچه دیده نشن در قالب مهندسی اقتصاد و این نظام مهندسی اقتصاد و اگر این اتفاق نیفته ما از جزیره بحث کردن و جزیره کار کردن به نتیجه نمیرسیم. شما به عنوان رسانه خواهش می‌کنم الان یه فیلم داریم ما نشون میدیم اینجا، ممکن مخاطب بگه که این فیلم چی هستش. یه توضیح بدین که این فیلم اولا این از کارهای اخیر اقتصادی است که توی امریکا ساخته شده. اینساید جاب. بله. این اینساید جاب یک فیلم مستند طولانی حدود 100 تقریبا 100 فکر می‌کنم به 10 دقیقه‌ای است. یک فیلم مستند بسیار تکان دهنده است که اخیراً تهیه شده چند ماه گذشته در مورد وضعیت اقتصادی ایالات متحده. فروپاشی نظام اقتصادی آمریکا رو مورد بررسی دقیق انجام میده. تقریباً عمده رؤسای فدرال رزرو، آنچه که ما در ایران بهش میگیم بانک مرکزی، و مجموعه کسانی که در وزارت خزانه‌داری آمریکا و اقتصاد آمریکا کنار دست آقای ریگان، آقای بوش پدر، آقای کلینتون، آقای بوش پسر و همچنین آقای اوباما عمل کردن، اینها در این اثر مورد بررسی قرار گرفته. کارشون با مستندات دقیق، بسیار کارشناسی و عمیق و یک از نظر ژورنالیستی بسیار کار حرفه‌ای است این مستند اینساید جاب و اومده مشخص کرده که چطور وضعیت زمین در ایالات متحده، وضعیت مسکن، وضعیت شغل‌ها، این نابسامانی که به وجود آمد از کجا شروع شد، فساد اقتصادی و رانتی که تو دولت آمریکاست. هر کس میاد مسئولیت‌ها رو میگیره، رانت‌ها رو دست میاره، بعد میره بیرون میشه رئیس بانک‌ها و از این طریق کنسرسیوم‌ها و کارپوراتیوها و شرکت‌های تعاونی به وجود میارن که اینها اساره اقتصاد آمریکا رو میبلعن. دولت و مردم آمریکا مدام بدهکارتر، سودش تو جیب این اقلیت بسیار محدودیه که روانه میشه و این بسیار تکان دهنده است. امیدوارم که این مستند رو تلویزیون دوبله کنه و پخشش کنه تا نه بابت اینکه ما جامعه آمریکا رو سرزنش کنیم، برای اینکه مراقب باشیم که این مسائل و این موارد مبتلا به ما هم میتواند باشد و در واقع عبرت گرفتن. یکی از ویژگی‌های مؤمن اینه که مؤمن در واقع میتونه پیش بینی کنه، میتونه در واقع آینده نگری کنه، بصیرت داشته باشه، مشکلات رو ببینه، نظر جامعه‌اش در یک همچین شرایطی بیفته. ولذا مستند به اصطلاح اینساید جاب که بسیار این نکات رو مستند و دقیق و عمیق بررسی کرده و یک مجموعه توسعه داخلی که چطور این جامعه دوچار این وضعیتی شد که میتونست 15 سال پیش جلو این رو بگیره. تمام افرادی که شما میشناسید در حوزه نظام بانکی کلان جهانی، از صندوق بین المللی پول، از IMF، از بانک جهانی، از فدرال رزرو در آمریکا، در اروپا، تمام اینها نکات رو بررسی میکنن و
همه اذعان این رو دارن که میشد جلوی این قضایا رو گرفت، ولی هیچ کس در واقع اقدام نکرد. ما هم اگر امروز غفلت کنیم این رکود اقتصادی سراغ جامعه ما هم بیاد، قطعا آیندگان ما رو هم سرزنش خواهند کرد که مراقب نبودیم، هشدار ندادیم و یک پارچه ندیدیم این نکات. یه مطلب کوچیکی بگم، 24 سال پیش یه فیلمی ما توی ایالات متحده ساختیم به اسم ساعت 25. یک سریالی بود با شهید آبینی ما ساختیم در 10 قسمت. رحمت الله علیه. برای یک قسمتش در مورد بی خانمان ها بود، 2-3 قسمت اولش که بیشتر شد تو واشنگتن و نیویورک. ما اون 24 سال پیش اولین جرقه بی خانمان شدن دوران ریگان بود، بی خانمان شدن آمریکایی‌ها رو می‌دیدیم و حرکت اول بود. اون زمانم یادم بعضیا به ما ایراد می‌گرفتن که شما دارید میگید ساعت 25 یا اینکه مثلا بحث فروپاشی آمریکا، فروپاشی اقتصاد آمریکا، اینا حرفای رویاییه. 25 سال پیش این حرف داشتیم می‌زدیم، ولی آثارش مشخص بود و حالا این مستند اون زمان کار شد. اون زمان بالاخره یک تعداد قابل توجهی از مردم داشتن بی خانمان می‌شدن. بله. امروز 16 میلیون خانه که اینها در مثلا داشتن قسط پرداخت می‌کردن به بانک، در واقع بانک اینها رو از دست صاحبخونه گرفت و 16 میلیون نفر، 16 میلیون طبق آمار، 16 خانه 16 میلیون خونه. بله. نه، و 16 میلیون خانواده. بله خب و خانواده. بله. که یه آماری که تو زمانی که این فیلم داشت آمار بود 9 میلیون بود، ولی همونجا خودش پیش بینی می‌کنه تا 16 میلیون خواهد رسید. بله. اینا آماری است که نمیشه به راحتی از کنار بگیریم. مثلا کسانی که خونه داشتن امروز تو چادر هستن. بله. این وضعی که داره پیش، اولا ما لازم هستش که حتما تحلیل بکنیم، حتما یک مستند اینجوری رو باید تو تلویزیون نشون و باید تحلیل کرد. باز کار دیگه ای که ما دیشب بهش اشاره کردیم، فیلم مستند دیگه ای بودش به اسم پایان آمریکا که اخیراً با ساخته شده. بله. دست ما رسید که این باز ترجمه، این باید دقت بشه. کسایی که اینا رو میسازن کسایی هستن که با تحلیل و تحقیق زیاد در این فروپاشی رو نشانه گرفتن و دارن تحقیق می‌کنن و کاملا مستند. بله. این به نظر من خیلی مهمه که ما امروز چجوری و چطوری باید خود، یعنی یک آماده سازی، یک بستر سازی برای اینکه در مراحل بعدی تو این فیلم هست که چینیا ضربه خوردن، بله. کشورهای دیگه‌ای ضربه خوردن از این فروپاشی، از این بانک‌ها که فرو ریخت و بعد ایران چه تأثیری ممکنه بگیره و بعد خب برنامه خودمون رو باید داشته باشیم. تمام بحث امشب این که ما باید چگونه خودمون آماده وضع آینده بکنیم. بحث بر سر اینه که توی آمریکا که آمدن خونه ساختن، ما الان داریم مسکن مهر رو ایجاد می‌کنیم میدیم دست مردم. توی آمریکا که زمین رو کد کردن توی کاداسترشون، در واقع لند پارسل رو و قطعه کردن زمین و سند کردن رو که انجام دادن. چرا آمریکا به اینجا رسیده؟ من بحثم سر اینه. من بحثم اینه که گیرم که ما هم کاداستر رو نهایی کردیم، گیرم که این اتفاقات در جمهوری اسلامی هم افتاد، مسکن مردم رو هم قطعی کردیم. ما بلایی که سر آمریکا آمده رو باید ببینیم، عبرت بگیریم. چرا خانه وجود دارد ولی مردم از خونه بیرون رانده میشن، میرن توی چادر زندگی میکنن ولی خونه ها خالی میمونه؟ این چه نوع نظام اقتصادی است که یک همچین روابطی رو تبیین کرده؟ تبیین این از ضرورت‌های این مسئله است. در کدوم سطح باید بررسی کنیم؟ در سطح مهندسی اقتصاد و تبیین این نکته از این هست. لذا اون نکته‌ای که برای من حائز اهمیته اینه که ما قطعات و جزیره‌ها رو اینگونه نبینیم، بلکه اینها رو کاملا در یک بسته کامل ببینیم و آن توی میدون‌هایی که مثل اروپا و آمریکا قبلا امتحان پس داده، اینها رو اونجا مورد ارزیابی قرار بدیم که درس عبرتی باشه برای جامعه خودمون. به حتی این بحران امروز هم به مثلا فلسطین هم رسیده. سازمان اشغال فلسطین، اسرائیلی الان این بحران داره. بله. اعتراض و تضاد اونم با تحلیل بشه. بله. که یعنی کاملا سیستم به هم ریخته. مثلا باورم نمیشد که آمریکا یک فیلم مستند معتبر، یعنی خرج کردن، نه فیلمی که یک فیلمساز تک رفته ساخته، یک گروهی ساختن. چون موضوع مهمتر از این حرفاست و همه تجربه کردن، فروپاشی اقتصادی رو دارن تجربه میکنن که با عنوان پایان آمریکا. ما چند سال پیش یک کنفرانسی تو ایران گذاشتیم، جهان پس از آمریکا. جهان پس از آمریکا که آقای رامین هم زحمتش کشیده بودن. اون موقع بعضی مسخره جهان پس از آمریکا، این سال 80 بود یادمه. توهمات چیه؟ یه خود باید دقت بکنن. اینا دیگه مستنده. من همون سال اگه خاطرم هست توی برنامه آقای حیدری اینا در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 کمپانی هالیبرتون و وردکام مشکلاتی پیش آمده بود. اونجا یه بررسی ارائه کردیم و یه گزارش هم آقای نوباوه از نیویورک مخابره کرد. بحث این بود که آمریکا 4.5 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. 1380.
آقای طالب زاده الان 1190 10 سال از اون موقع میگذره 14.5 تریلیون دلار شده بدهی آمریکا. یعنی از 4.5 تریلیون دلار بدهی خارجی آمریکا همون موقع که اون اجلاس جهان بدون آمریکا برگزار شد تا امروز که 10 سال گذشته و این به طور متوسط سالی 1 تریلیون دلار به این بدهی اضافه شده و این در واقع 10 تریلیون دلاری که یعنی 10,000 میلیارد دلار بدهی خارجی افزون بر اون 4.5 تریلیون دلار زمانی که تازه 11 سپتامبر صورت گرفت، این عدد نشون میده که یه اتفاق عجیبی داره میفته. ایالات متحده آمده یه وبسایت ایجاد کرده، وبسایتی که ساعت دیون و بدهی‌های آمریکاست و این وبسایت آنلاین فقط یک صفحه داره و در این یک صفحه شماره 2 رو اگه پخش بکنید و این وبسایت لحظه‌ای و آنی بدهی‌های تک تک بدهی‌های شهروند آمریکایی، بدهی کلی ایالات متحده، بدهی‌های داخلی، تمام این موارد رو ارائه میکنه و ما عموما تو مباحث دانشگاهی به دوستان دانشجو میگیم آقا حتما روزی یک بار به این وبسایت سر بزنید. چرا آمریکا اومده این وبسایت رو ایجاد کرده با آرم دولت آمریکا؟ این پخش بکنیم ما صحبت می‌کنیم فقط ببینید. آره چرا مثلا ایالات متحده اومده یه همچین وبسایتی دولتش زده؟ برای اینکه بگه آقا دلار من مبنای اقتصاد جهانه. بله این وبسایتی است. بله یعنی که ساعت بدهی‌ها و دیون آمریکا و با آرم دولت آمریکاست. در سمت در واقع چپ این بالا سمت چپ الان عدد 14.6 تریلیون دلار هست، یعنی بیش از 14.5 تریلیون دلار و این همونطوری که می‌بینید تمام اعداد لحظه به لحظه یعنی کنتور میندازه بالا پایین میشه و ما تقریبا هر روز این موارد رو مانیتورینگ میکنیم نسبت به وضعیت اقتصادی که جهان داره. این عدد همینطوری داره میره بالا. شما اگر مثلا چند روز دیگه نگاه کنید ببینید این 14.6 تریلیون دلار خب رفته بالاتر و این ایالات متحده با این کاری که توی این وبسایت انجام داده عملا اعلام کرده که نبض اقتصاد جهان که اقتصاد من آمریکاست، به دلیل اینکه دلار من مبنی اقتصاد جهانیه، اقتصاد من در حال فروپاشیه، بدهی من بدهی همه جهانه و مردم جهان باید خودشون رو با این قضیه هماهنگ کنن. ببینید این یک اعلام رسمی است که ایالات متحده کرده و لذا ما عموما دوستان دانشجو رو ترغیب می‌کنیم به اینکه برای اینکه بدانند نبض اقتصاد جهان چگونه داره عمل می‌کنه. کسایی که معتقدن آقا اقتصاد ایالات متحده یک اقتصاد شکست ناپذیره، کی گفته جامعه لیبرالی دچار انقلاب و بحران و رکود میشه؟ بسیاری از استادان اقتصاد 2-3 سال گذشته در ایران سر کلاس‌ها به دانشجوهاشون میگفتن که اگر دیدید مشکلی در اقتصاد غرب پیش آمده این خود ترفند آمریکاست. این ایالات متحده است که در واقع اومده یه بازی رو انداخته که اقتصاد جهان رو، یعنی این خوشبینی مفرطی که یک استاد دانشگاه میتونه داشته باشه، این باوری به این به اصطلاح اسطوره شکست ناپذیری یک نظام سرمایه‌داری، بعد امروز خودش میاد یک وبسایت میزنه اعلام میکنه که آقا من در حال فروپاشی هستم و همه تکلیف خودشون رو با این روشن کنن. پس عملا ما در مسئله مهندسی اقتصاد اونجایی که می‌بینیم ما تمام زیرساختایی که داریم تلاش می‌کنیم ایجاد کنیم در کشور رسیدن به استاندارد ایالات متحده است. نظام بانکی ما غایتش رسیدن به استانداردهای ایالات متحده است. نظام بهداشت و درمان ما رسیدنش به استاندارد بهداشت درمان آمریکاست. نظام سینمایی و هنری و رسانه‌ای ما استاندارد خودش رو میگیره ایالات متحده. نظام مسکن، نظام صنعت، نظام هوافضایی، نظام مخابرات، هر ساختاری تو ایران می‌بینید خودش رو با اونجا مقایسه می‌کنه. مسئله کسی مثل من که تخصصش علم استراتژیه و علم استراتژی علم بقاست، چطور دانش پزشکی بقای جسم انسان رو دنبال میکنه؟ ما هم در استراتژی مسئلهمون بقای کل جامعه هست. بیماری های جامعه چیست؟ این بیماری قبلا در پیکره یک جامعه و تمدن دیگه رقم خورده و امروز داره اثرات خودش رو نشون میده. ما چه میتونیم بکنیم برای پیش بینی این قضایا و واکسینه کردن جامعهمون؟ پس ضرورت مهندسی اقتصاد از این حیث یک نکته کلیدی است که خواص و نخبگان جامعه در مرحله اول، مرحله دوم عموم مردم بایستی آگاه، هوشیار و هماهنگ باشن که اگر این موج به سمت ایران هم آمد ما بایستی بتوانیم این رو مدیریت کنیم، جامعه رو به سلامت از این گردنه عبور بدیم. پس ضرورت این مسئله این هست که چرا مهندسی اقتصاد، همین که مسئله مهندسی سیاسی، مهندسی فرهنگ، مهندسی غیرون بدون مهندسی اقتصاد انجام نمیشه. همین که عبرتی که باید از وضعیتی که امروز در سطح اقتصاد جهانی به وجود آمده، این عبرت باید فراراه ما باشه و ما بتونیم در واقع از اون درس بگیریم. بعد ما تو همین برنامه طی همین یک سال گذشته خیلی از برنامه‌ها پیرامون موضوع فرهنگ بوده. بله. و اصلاح فرهنگ. همین دیشب با آقای وحید جلیلی این که چرا اینطور نیست، چرا اونطور نیست، چرا فضا برای بچه‌های متحد و انقلابی کم بود. اینا من همش به نظرم یک دروازه نگاه اینه که
تا یک بستر سالم اقتصادی نباشه، تا اقتصاد سالم نباشه، تا سوء استفاده ها نباشه، تا راندخوری ها نباشه، تا چیزهایی که واقعا توی جامعه اسلامی نباید باشه، تا یک بانکداری متعادل اسلامی با کمترین سود، این پایینتر از سودی که غربی‌ها دارن میگیرن، اون سودشون نسبتا به ما خیلی کمتره. بله. خیلی باید ما کمتر از اون باشیم. تا این اصلاح نشه، درست نشه و به طرف برای اصلاحش حمله نکنیم. برای چی گفتن که جهاد اقتصادی یه حمله میخواد؟ یعنی همینجوری بشینیم یللی تللی درست نمیشه. این به همین جهت این بحثی که امشب ما داریم بحث در واقع مهندسی اقتصاد اگر نباشه مهندسی فرهنگ هم امکان پذیر نیست. مهندسی سیاست هم به فساد می انجامه. فساد سیاسی جریان ها و گروه ها. پس هر چی ما تو این موضوع و اصلا شاه بیت اینساید جاب، این مستند اینساید جاب اینه که فساد سیاسی در ایالات متحده از فساد اقتصادی شروع شده. اصلا فساد اقتصادی آمریکا مبنای فساد سیاسی اون کشوره. و جالب اینجاست که میگه در شرایطی که شغل ها در ایالات متحده در حال فروپاشیه، فحشا در ایالات متحده بالاترین تراز شغلی محسوب میشه. خب خیلی خنده داره. دیدید اون سکانس سانسور داره که اصلا اونجا اعلام میکنه که مثلا درست در شرایطی که این فساد، یعنی فساد فرهنگی و اخلاقی زمانی گسترش پیدا میکنه که فساد سیاسی و فساد سیاسی ریشه در فساد اقتصادی داره. و این اون نکته چشمگیری است که اونجا ارائه میشه. بله. توی مرحله بعدی اینکه مثلا توی بحث مهندسی اقتصاد عناصر گوناگونی مطرح هستش، مثل زمین، ملک، نیروی انسانی، غیره غیره. ما امشب میریم به سمت تکمیل کردن اون بحثی که هفته پیش در مورد زمین و زمینخواری و کنترل نداشتن روی زمین. بله. این زمین مال کیه؟ بله. شناسنامه داشتن زمین که اصطلاحاً بهش میگن کاداستر. که به نظرم این سومین بحث است که در مورد این ماجرا باید بریم و چون لازم تحلیل داره، لازم روشنگری داره و فشار باید آورده بشه که کسی نتونه سوء استفاده بکنه، جایی نتونه سوء استفاده بکنه و خودش یکی از مبانی یکی از ریشه های فساد اقتصادی توی کشور است. اینم میخوام به تدریج به طرفش بریم اگر موافق باشید. من سال 1170 یعنی 20 سال پیش مدیر توسعه رزمی نیروی دریایی بودم در معاونت عملیات نیروی دریایی. یکی از مشکلاتی که مواجه بودیم باهاش مسئله فلات قاره است، کانتیننتال شلف، که فلات قاره تا حدود مثلا 200 متری رو در بر میگیره. کاداستر یا کد کردن یا اصطلاحاً لند پارسل، در واقع کد کردن زمین در اون چارچوب در زیر دریا هم مطرحه. کد کردن زمین رو باید کد کرد. ببینید الان سه عنصر نیروی انسانی، الان 75 میلیون ایرانی. این 75 میلیون ایرانی اگر شناسنامه نداشته باشن ببینید چه وضعیتی پیش میاد. اگر این 75 میلیون ایرانی شناسنامه نداشته باشن، بگیرید 10-20 میلیون خودرو داریم. فکر کنید 10-20 میلیون خودرو تو ایران حرکت کنه بدون اینکه این خودروها پلاک داشته باشن، چه وضعیتی پیش میاد. اموال به ویژه زمین، املاک اگر کد نداشته باشه همین حالتی پیش میاد که اگه این 75 میلیون ایرانی شناسنامه نداشته باشن و اتومبیل ها پلاک نداشته باشن. این وضعیت بسیار بغرنجی است که اتفاقا یکی از مسائل کلیدی است. قدمت بسیار طولانی داره. در فرانسه برمیگرده به عصر ناپل اون و از اون دوره میاد. انگلیسی‌ها تجربه گسترده‌ای دارن، ایالات متحده تجربه عظیمی در این زمینه داره. زمانی بود که تازه جنگ تمام شده بود، ایران می‌خواست در دریا اقدامات حفاری انجام بده، اون مسائل اکتشافات و موارد دیگه. شوروی هم فرو پاشیده بود. مسئله تعاملی که ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز داشت برای تقسیم خود مسئله خزر. 20 سال پیش ما وقتی درگیر کاداستر زیر آب شدیم و نکته که امنیتی بود اون روز. الان کاداستر فقط یک جزءش در ایران مطالعه میشه، یک جزء کوچکش، یعنی در حد 1/100، اونم در قوه قضاییه است، یه سازمانی است به نام سازمان ثبت املاک. کاداستر وظیفه دستگاه قضایی نیست. یعنی از 100 کاداستر یک قطعش، یعنی بخش کد کردنش از حیث سنددار بودنش، و الا کاداستر اجزای مختلف و متفاوتی داره. یکی از دلایل ناکارآمدی این بحث در ایران هم اینه که ما تک سازمانی و تک وجهی دیدیمش. اون روز خاطرم هست مسئله حفاری‌های زیر آب، مسئله خطوط لوله نفتی که کشیده می‌شد، بعد مسئله کشیدن کابل‌های فیبر نوری زیر آب، موضوع مهم شیلات و اینکه کره‌ای‌ها و چینی‌ها میومدن در خلیج فارس تورکش می‌کردن، هر چی تو خلیج فارس بود می‌بردن و اونا چون همه چیز می‌خورن همه موجودات رو. این مشکلات واقعاً دستپاگیر شده بود. در شمال هم مسئله دریای خزر و تقسیم دریای خزر که ما کف رو تقسیم کنیم، آب رو مشابه بگیریم یا آب رو
مشاع به اصطلاح تقسیم کنیم، کف رو مشاع بگیریم. مسئله کد کردن مطرح بود. جالب من برای شما عرض کنم که کشوری مثل ایالات متحده آبهای سرزمینیش 3 مایله، ولی ایالات متحده اندازه بعضی از ایالت‌هاش در هر کدوم از اقیانوس‌ها در واقع کاداستر زیر آب داره. یعنی ایالت‌ها برای خودشون سواحلشون رو مثلا صدها کیلومتر زیر آب رو، صدها مایل دریایی رو کد کردن و حساب کتاب دارن تو محدود فلات قاره. دلیل اینکه اون روز میشد این بحث‌ها رو متمرکز در شورای عالی اقیانوسی اون روز از سال 70 تا سال 74، اون موقع من 2 تا از کمیته‌های شورای عالی اقیانوسی کشور رو عضو بودم و یادی هم کنیم از آقای دکتر حبیبی، حسن حبیبی، اون موقع معاون اول رئیس جمهور بود و حساسیت خاصی داشت چون با حقوق موارد حقوق بین‌الملل دریاها و اینا هم بحث میشد. ببینید ما متاسفانه در کاداس در روی زمین بی‌توجهی کردیم، مسئله رو کاملا قضایی دیدیم. من یه سوال از شما میپرسم، سازمان ثبت احوال کشور، احوال یعنی حال و احوال افراد رو کد میکنه، 3 تا کار که بیشتر انجام نمیده: تولد افراد رو، مرگ افراد رو و ازدواج و طلاقشون رو. افراد از لحظه‌ای که به دنیا میان تا لحظه‌ای که میمیرن کارهای دیگه هم دارن، درس میخونن، آموزش پرورش که زیر نظر سازمان ثبت احوال نیست. افراد میرن دانشگاه، کنکور میدن، میرن دانشگاه درس میخونن، این که دیگه زیر نظر سازمان ثبت احوال نیست. افراد میرن گواهینامه میگیرن توی نیروی انتظامی، افراد میرن در واقع ویزا و پاسپورت میگیرن، گذرنامه میگیرن از کشور خارج بشن. افراد خیلی کارهای دیگه و احوال دیگه دارن در طول زندگیشون، این که دیگه به سازمان ثبت احوال مربوط نیست. سازمان ثبت املاک هم یک کار کوچیک انجام میده، مثل همون ثبت به اصطلاح تولد و مرگ و ازدواج و طلاق. خیلی چیزای دیگه در مورد زمین صورت میگیره که نیست. یکی از نکات در مورد کاداستر و حالا کاملتر از کلمه کاداستر من همون اصطلاح اصلی رو به کار میبرم، یعنی لند پارسل و اون مسئله که زمین رو باید قطعه قطعه کرد و حساب کتاب دار کرد. بعد وارد نگاه اسلام میشم. ببینید یک نکته وجود داره، هم بحثی که این دانشجوی عزیز در مقابل رهبر معظم انقلاب داشتن، من به عنوان کسی که 20 ساله در این حوزه به صورت تخصصی در مباحث ژئوکالچرال، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی و به خصوص ژئوداکترین کار کردم، این نکته رو تاکید میکنم که کار قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه 1% کار رو داره. وزارت کشاورزی در حوزه در واقع اگریکالچرال به اصطلاح کاداستر یا کاداستر حوزه کشاورزی بایستی اداره کل داشته باشه و معاونت. یعنی بخشی از زمین کشور در اصلا وزارت کشاورزی و کشاورز بخش خصوصی مسئلهش روی زمین تعریف میشه. بخش دوم صنایع و معادن هست. صنعت و معدن حتما مرتبط با زمینه و دولت نقش اولش در وزارت کشاورزی، در کاداستر کشاورزی، بخش دومش در کاداستر صنعت و به خصوص معدنه. بخش سومی که دولت در این قضیه نقش جدی و کلیدی داره مسئله راه و ترابریه. راه‌ها، جاده‌ها، راهن‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر، تمام اینها کاداستر راه و ترابری رو برمی‌تابه. نکته بعدی جایی که کاداستر تخصصی باید داشته باشه نیروهای مسلحن. نیروهای مسلح زمین‌های متعددی در اختیار دارن و کاداستر اونها هم بسیار از این حیث حائز اهمیت که بایستی دنبال بشه. از همه مهمتر دستگاه و نهادی است به نام وزارت نیرو. وزارت نیرو ببینید میاد یه جایی سد میزنه، پشت این سد کل زمین کشاورزی و روستا بوده میره زیر آب. یعنی از کارکرد تقسیمات کشوری در تقسیمات اون بخش شهر و روستا میاد بیرون، از دست کشاورزی و میراث فرهنگی و جای دیگه میاد بیرون، میره زیر آب. یعنی در واقع وزارت نیرو در کاداستر ایجابی در قطعه کردن زمین و دخل و تصرفش نقش داره. خب بالاخره ما تو کشورمون ده‌ها صد رو در 20 سال گذشته بنیان نهادیم، تعدادی از اینا تمام شده، تعدادی از اینا در مرحله آبگیری است، تعدادی از اینا سالهای آینده تمام میشه. یک جهادی در حوزه سدسازی داشتیم. خود مقوله وزارت نیرو کاداستر نیاز داره. پس ببینید، یک، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنایع و معادن و موارد از این دست، وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی که حالا با هم ادغام شدن، نیروهای مسلح، تمام این دستگاه‌ها بایستی حداقل یک اداره کل کاداستر یا اداره کل در واقع لند پارسل داشته باشن که زمین رو کد کنن. این یک نکته کلیدی است جناب آقای طالب زاده. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که آقا یه جایی به نام سازمان ثبت املاک داریم و دوستان آمدن نشستن اینجا آمار و ارقام سند کردن زمین رو دادن، عین میمونه که شما آموزش و پرورش جمع کنید، آموزش عالی هم جمع کنید، تمام دستگاه رو جمع کنید، بگید ما یه سازمانی به نام سازمان ثبت احوال داریم، همه کارهای در مورد افراد رو از لحظه زندگی تا مرگشون از سازمان ثبت احوال بخوایم. خب این که جوابگو نیست. پس ما یک ثبت قضایی داریم، اونا بهش میگن لیگال کاداستر. لیگال کاداستر که یک جزء کاداستر هست دست دستگاه قضاییه. لذا انتظاری که میره از اینکه قوه قضاییه جدی‌تر کار کنه، این انتظار به اعتقاد من هم به منطقی هم غیر منطقی.
منطقی است در حد همون ثبت. غیر منطقی است اینه که ما کاداستری که از دولت انتظار داریم و نباید انتظار داشته باشیم قوه قضاییه انجام بده. عنایت دارید؟ یعنی آنچه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم در انتهای عمل مجلس محترم هفتم و ابتدای مجلس هشتم گزارش منعکس شد در مورد کاداستر در قوه قضاییه به حق بود. اما من معتقدم که واقعا مجلس محترم بایستی یقه دولت رو بچسبه. دولت باید در دستگاه مختلفش بخش کاداستر ایجاد کنه. من اعتقاد ندارم که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی گذشته یا معاونت نظارت راهبردی فعلی که مجموعی داره به نام نقشه برداری و بعد هم سازمان جغرافیای نیروی مسلح، اینا در نقشه برداری میتونن این کار رو دسته‌بندی کنن، قوه قضاییه هم کار خودش رو در کاداستر انجام بده. چرا؟ یک دلیل دارم. مادامی که شما طرح آمایش سرزمین نداشته باشید، طرح کاداسترتون به نتیجه نمیرسه. این راز اینه. الان کشور 20 ساله داره طرح آمایش سرزمینی میده توی نیروهای مسلح و توی دولت. همه دوستانی که تو کشور معتقدن کاداستر باید به نتیجه برسه، من راز عدم موفقیتش رو به شما بگم. یک، راز عدم موفقیتش اینه که کاداستر رو فقط از دستگاه قضایی خواستیم. دو، آنچه که مسئله و معضل کلیدی است اینه که ما نمیتونیم این فشار رو بندازیم رو طرح و پروژه لند پارسل یا کاداستر کد کردن زمین، بلکه اول باید آمایش سرزمین رو مطالعه کنیم. چند پروژه متعدد و موازی آمایش سرزمین در 20 سال گذشته از 1370 تا الان در دولت، نیروهای مسلح و جای دیگه داره انجام میشه که من تعدادش رو یا عضو بودم یا درگیر بودم و گلایه‌ای که دارم اینه که چرا این دو تا پروژه با هم هماهنگ نشد. یک، نمیگم غرضی وجود داشته. من نه در مجموعه دستگاه قضایی، نه در مجموعه دولت، نه در مجموعه نیروهای مسلح آدم مغرض تو این زمینه ندیدم. اون چیزی که دیدم ناآگاهی، عدم انطباق و هماهنگیه و لذا یک، این دو پروژه رو یه متولی و مرجع باید سراغش بره. یعنی بایستی اول طرح آمایش سرزمینی کشور متولیش رو مشخص کرد، متولی کاداستر ملی رو هم معین کرد یا لند پارسل رو. بعد اجزای سلبی و اجزای کد کننده یعنی دستگاه قضایی یک جزء، اجزای ایجابی مثل وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، صنایع معادن و دستگاه دیگه که تو این زمینه اکتیو باید عمل کنن، اینها بایستی نقششون تعریف بشه. یه روزی که اتفاقا ما رمضان 3-4 سال پیش بود، نماینده کرج، من کرج برنامه داشتم، این خانم آجرلو نماینده کرج آمده بود اونجا سر افطار، رسید توی جلسه اومد 2 دقیقه گفتش که بیا بیرون. گفتم چی؟ گفت الان درگیر زمینخواریای توی کرجی و رفتم امروز پیش 3 تا وزیر کشاورزی اون موقع، وزیر مسکن شهرسازی و وزیر دفاع اون موقع. یه کسی تو کرج زمینا رو خورده بود اون راسته جاده اتوبان قزم کرد، بعد برد فروخت به این 3 تا وزارت خونه. بعد ایشون میگفت من فردا دارم میرم بشه آقای شاروزی رئیس قوه قضاییه که این 3 تا گفتن ما همکاری میکنیم زمینا رو مثلا پس میدیم. ببینید ما مصیبتمون کجاست؟ توی یه کسی زمین رو میخوره میبره میفروشه به 3 تا وزارت خونه ما، بعد نماینده مجلس بعد بلند شه بره اینا رو با وزیرا صحبت کنه که اینا بگن ما پس میدیم، بعد بلند شه بیاد بره پیش رئیس قوه قضاییه. وقتی یه همچین حالتی وجود داره یعنی فساد وجود داره توی سیستم. فسادی که توی سیستم هست، حالا بحث ایشون این بود، گفتم که شما مشکل نداره شما تو این قضیه کار کنید، ما مسئله رو دانشجویی میکنیم، هم دانشجوییش میکنیم هم رسانه‌ای میکنیم. چون واقعیتش اینه که تا دانشجوها رو نیاری پای کار برن روبروی رهبری مملکت بایستن بگن آقا کاداستر اینجوریه، تا نادر طالب زاده نیاد توی تلویزیون بشینی مسئله رو حل کنه. این اراده که شما فکر کنید داخل حکومت و دستگاه همه میان الان فردا عدالت رو محقق کنن نیست. مطالبه عدالت شعاری است که رهبری مملکت 10 سال مبنا قرار داده و ما مبتنی بر این مطالبه عدالت هممون وظیفه داریم مطالبه رو صورت بدیم. بله کاداستر علیه مردم خوب داره صورت میگیره، مردم زمین و خونتون رو بیارید کد کنید، ولی من بحثم اینه که زمین هایی که بیرون شهرها هست داره خورده میشه. پس نکته اول کاداستر بود از 2 زاویه. کاداستر رو روی دوش قوه قضاییه نمیتونیم بریزیم. کاداستر رو 1% مسئله قضایی لیگال کاداستر، اگریکالچرال کاداستر، مسئله موارد دیگر رو که خب تو مستندات خود غربی هم هست. اگه ما داریم از مدل غربی استفاده میکنیم، اگر داریم مدلمون اسلامه که بنده باید حالا عرض کنم که نکته چیه. این نکته اول. نکته دوم که این موضوع حساسیت داره در مهندسی فرهنگ، مسئله امنیتیه. من نکته رو میخوام سربسته تذکر بدم. اونم اینه که تجربه یهود از عصر حضرت سلیمان در سرزمین فلسطین در 2900 سال پیش در مسئله کد کردن زمین تجربه عظیمی است. تجربه حضرت سلیمان در اختیار یهود بوده. یهود عقبه تئوریک تفکر کاداستر رو دنبال کرده، هرچند در عصر فیزیوکرات ها در فرانسه در دربار لویی که آمدن گفتن به جای اینکه فلزات گرانبها پشتوانی پول باشه ما بیایم زمین رو پشتوانی پول قرار بدیم. این بعداً در دوره ناپل اون شد کاداستر و زمین رو فیزیوکرات ها آمدن مبنا قرار دادن. اون جریانی به وجود اومد که در جهان که شما آشنا هستید باهاش، مسئله فئودالیسم و این موارد که دیگه بعد آمد رسید به دوره‌ای که تو ایران هم رضاخان وقتی حکومت رو در اختیار گرفت اول زمین ها رو به اسم خودش
کرد. ما یک مسئله داریم، مسئله‌مون اینه که فضایی که یهود دنبال کرده با چه فرمولی زمین رو از زیر پای فلسطینی‌ها در آورد. اول اومد زمین‌های فلسطینی‌ها رو خرید، یه تعدادش خرید، بعد اینا رو شهرها و روستا رو به هم وصل کرد، گفت اینجا مال خودمه. غصب رو از طریق سندسازی صورت داد. مسئله آمایش سرزمین یک. دوم مسئله کاداستر. دوستان عزیز مسئول حواستون باشه مسئله امنیتیه. امروز پولی که وهابی‌ها آوردن تو بعضی از استان‌های کشور ما، در بعضی استان‌های پیرامونی دارن بعضی زمین‌های روستاها رو می‌خرند. شما میدانید این مسئله امنیتیه، چشمتون رو باز می‌کنید می‌بندید 20 سال دیگه می‌بینید یه پولی آمده تو کشور یواش یواش استان‌های پیرامونی ما رو خریده. این مسئله دیگه امنیتی است. این مسئله نیست که کاداستر قوه قضاییه بتونه حلش کنه. این موضوعی است که شورای عالی امنیت ملی باید بیاد پای کار. یعنی چطور ممکنه مثلا ما غفلت کنیم مثلا جریان وهابی بیاد بره تو بعضی از استان‌های ما زمین بخره، بعد به سادگی با همون فرمولی که یهود توی صهیونیستا توی فلسطین زمین رو از توی زیر پای بعضی از فلسطینی‌ها بیرون آوردن، ما مثلا چشممون رو بزنیم رو هم دیگه بنشینیم همینجوری بی تفاوت، بعد دعوای اینو نگاه کنیم که قوه قضاییه مسئوله یا دولت مسئوله. اینطوری نیست. پس نکته اول خود کاداستر و لند پارسل و آمایش سرزمینیه. نکته دوم مسئله امنیتیه. موضوع وقتی امنیتیه یعنی الان دشمنانی داریم که پول بادآوردی نفت دارن، جریان وهابی. این حساب شده داره تو بعضی استان‌های ما بعضی زمین‌ها رو میخره و از زیر پای بعضی روستایی‌های ما در میاره. از این روستا تا روستای بعدی چون زمین بیابونه این روستا رو میخرن، روستا بعدی هم میخرن، یه دفعه تمام این زمین بین اونها میفته دست اونا. اینجا هم اگر جریان به اصطلاح سیستم سرویس‌های امنیتی ایالات متحده فکر کردن با این کد دادن‌ها و این حرکت‌ها میتونن این چارچوب عملیاتی کنن، کور خوندن. یعنی ما سرمون بالاست، حواسمون هست، دچار غفلت نیستیم. اینم نکته دوم. یعنی من هشداری که تو این زمینه دارم میدم سربسته در همین جمع کفایت میکنه. فقط برای این بود که دعوای بین بعضی دستگاه‌ها سر قضیه کد کردن موجب نشه که ما غفلت کنیم از خطر امنیتی. نکته سوم که بسیار نکته مهمیه، مسئله بسیار حیاتی سوره انفال. در سوره انفال که در مورد همین قضیه مطرح شده، ابتدای آیه این هست، اصلا با همین شروع میشه، یسالونک عن الانفال، ازت میپرسن در مورد انفال. میفرماد که بگو که قل الانفال لله و الرسول، که مال خدا و رسول خداست. فاتقوا الله، آقا تقوا بورزید. ببینید پس زمین مال خدا و رسول خداست. حالا انفال مثل نماز نافله میگیم، یعنی نمازی که اضافه بر نماز واجب مضافرینه. این انفال چیزی که یا در غنایم به دست میاد یا بیرون شرایط جنگ و اینها، مثل الان که مسئله خاصی نیست. این زمینی که شما تو کوه‌ها، تو کویر، تو جنگل، تو دریاها، جای دیگه میبینید، اینا مال رسول خداست، مال خداست. اگر تو ماه قرآن قرار داریم و اگر باورمون باور حیات قرآنی و پیاده کردن قرآن در ساختار نظام سیاسی و اجتماعی مونه، ببینید آقای طالب زاده عزیز، انبیا آمدن که عقل بشر رو ارتقا بدن. حضرت موقعی که ظهور می‌فرمایند کارشون اینه که قرآن رو با بالاترین کیفیت در این عقل‌های ارتقا یافته محقق کنن. ما اگر زمینه سازی برای ظهور می‌کنیم، یکی از مواردش اینه که این مسئله جزئیاتی که در قرآن روشون انگشت گذاشته شده رو تو جامعهمون جاری و ساری کنیم. لذا آقا انفال، چرا دعوای کاداستر؟ اصلا کلمه کاداستر یعنی چی؟ کلمه به اصطلاح لند پارسل یعنی چی؟ اگر ما مبنا داریم در فقهمون که داریم، اگر بزرگان زیادی در 1000 سال گذشته در مورد انفال و چارچوب زمین بحث کردن که من وقتی این موارد رو توی 20 سال گذشته مطالعه می‌کردم، حجم عظیمی اطلاعات تو این زمینه وجود داره، افراد بسیار زیادی تو این زمینه با چارچوب‌های فقهی اندیشه ورزی کردن. واقعا این خجالت آوره برای کسی مثلا من که بیام بشینم اینجا مثلا از کاداستر بگم. در طول 1000 سال گذشته فقهای ما در زمین مبتنی بر انفال بسیار حرف تولید کردن. ما ادبیات تولید شده داریم، آخه نمیخوام چیز جدیدی تولید کنیم. نمیدونم چرا دست و پا میزنیم و اینقدر پذیرش اندیشه مدرن با این چارچوب هایی که داره. من این حرفا رو میزنم برای اینکه مشخص بشه آقا ما مدرنیته رو میشناسیم، قواعد و چارچوب اون رو میدونیم، اما این طرف هم دین خیلی حرف داره. پس ببینید نکته سوم همینه که مبنای عمل ما انفاله. در انفال در این که این زمین‌های مضاعف باید مشخص بشه، چارچوبش باید در. اما نکته چهارم پس نکته اولمون شد این که کاداستر یا لند پارسل کار یک دستگاه مثل قوه قضاییه نیست. فشارها رو نریزیم رو دوش قوه قضاییه. دولت بایستی با تمام توان بیاد وسط کار. اینجا مجلس چیکار می‌کنه؟ عرض می‌کنم. نکته دوم مسئله مهم عرض به خدمت شما این هست که وقتی دستگاه رو توزیع کردیم حواسمون باشه به آمایش سرزمینی و بعد از اینکه آمایش سرزمینی و توزیع کاداستر تو دستگاه‌های مختلف رو دنبال کردیم،
بیایم بریم سراغ خود موضوع امنیتی و مراقب باشیم که از این که زمین امروز تو بعضی زمین‌های بیرون شهر و روستا حساب کتاب نداره، متاسفانه دشمن خواب‌هایی دیده برای بعضی از استان‌ها. من در همین حد سربسته میگم خود اهل فن و مسئولین خبر دارن که وضعیت چجوری است و باید مراقب بود. نکته سوم همونطوری که اشاره کردم این تو این چارچوب، اما نکته مهمی که مسئله انفال بود و این چیزی که توی سوره انفال آمده، اینکه زمین مال خداست. اگر ما معتقدیم ربا جنگ با خداست، قرآن میگه تکلیف اون رو روشن کنیم کدوم طرف جبهه‌ای. اینجا هم تکلیف اون رو روشن کنیم، اینجا هم مشخص کنیم آقا زمینی که داره خورده میشه، اصطلاحی که باب شده تو ایران زمین خاری، زمین کیو داری میخوری؟ زمین خدا رو دارن میخورن. کسی که میره زمین خدا و زمین رسول خدا رو میخوره، این منظور این نیست که بگه آقا مال خداست دارن میخورن، به کسی ربطی نداره. آقا جان این یه حساب کتابی داره. پس دست حاکم شرع، دست حکومت اسلامیه، دست در واقع حکومتی است که نهاد دینه. حالا من بحثم سر اینه که نسبت به این قضیه مسئله چهارم مسئله سرانه زمینه. تعریف سرانه زمین اینجا پای مردم میاد وسط. مردم سرانه زمین شما چقدره؟ آقای طالب زاده شما میدونید چند متر زمین از ایران به شما تعلق داره؟ این دوستانی که پشت دوربین هستن، همه دوستانی که توی رژی هستن، کسایی ما الان 75 میلیون و نیم جمعیت داریم. چطور میشه یک کسی توی این مملکت به دنیا میاد، توی این مملکت زندگی میکنه، جنگ میشه، میره از این مملکت دفاع میکنه، تیر و ترکش میخوره، بعد توی این مملکت میمیره، تمام این مدت میگه آقا بیا از وطن دفاع کن، از سرزمین دفاع کن، براش سهمی در حد اینکه یه زمین در حد مکفی بدون اینکه مثلا پولی بده زمین براش قائل نیستیم. در دنیا به این میگن سرانه زمین. من سرانه زمین کشورهای مختلف رو مربوط به دیروزه، این آمار مال دیروزه، یعنی کاملا به روز من عرض میکنم خدمت شما. الان روسیه 141339 متر سرانه زمین هر انسان بالای 15 سالشه. سرانه زمین فرمولش اینطوریه که شما جمعیت روز بالای 15 سال رو تقسیم میکنید بر مساحت اون کشور، این میشه سرانه زمین اون کشور که بالاترین عدد مال روسیه است. ایالات متحده با در واقع 39169 متر، تو مرحله بعد ترکیه با به اصطلاح 14920 متر، چین با 932 متر، آلمان با 522 متر، انگلیس با 4954 متر، هند با 4093 متر، پاکستان با به اصطلاح 7279 متر، ژاپن با 4428 متر. سرانه زمین در ایران به نسبت جمعیت 75 میلیون و 562 هزار با خورده ریزه نسبت به 75 میلیون و نیم، جمعیت بالای 15 سالمون 57 میلیون و 850 هزار خورده نفره. سرانه زمینمون امروز، سرانه زمین به اصطلاح نسبت به انسان ایرانی 28514 متر، 28400 یعنی شخص بله نزدیک 3 هکتار. ما بیایم بگیم که آقا 28000 مترش، 28400 مترش برای حکومت، در اختیار حکومت، بده به کشاورزها و بده به وزارت کشاورزی، بده به راه و طرحوری جاده بزنه، بده به معادن، زمین‌هایی است که استفاده دفاعی کنه ازشون. اما این آدمی که ما ازش انتظار داریم در این جامعه و حکومت از این زمین دفاع کنه، تو این حکومت کار کنه، برای این جامعه تلاش کنه، وقتی به دنیا آمد به 15 سالگی رسید، ما فیش زمینش رو بهش بدیم، بگیم آقا شما 15 سالته، شما تو این مملکت مثلا 110 متر زمین طلب داری. حالا یه گوشایی از این رو دولت محترم در این طرح مسکن مهر و موارد دیگه پیاده کردین، زمین‌های 99 ساله بحث اینجوری. ولی این فرمول داره، شما زمین رو به طرف نمیدید بلکه این فیش رو میدید، بعد این مسکنایی که ساخته میشه پول زمین درش نیست. اشتباهی که تو سرانه زمین آمریکایی‌ها مرتکب شدن، خونه ساختن، خونه در آمریکا وجود داره اما افراد از خونه میندازن بیرون چون زمین رو در آمریکا نیومدن مشخص کنن، ریشه فرد رو توی زمین بگیرن. پس اگر ما سرانه زمین رو آمدیم تعریف کردیم، بخشی نیاز طبیعی فرد رو تو این چارچوب می‌بینیم، استمرار و اضافه این بحث رو چیکار می‌کنیم؟ در همون طرح انفال می‌بینیمش. من این فقط بحث کلیش رو کردم چون در این زمینه از نظر فقهی مباحث بسیار تخصصی و فنی و ریزی آمده، چون حوزه تخصصی من هم فقه نیست. این رو موکول می‌کنم به این که نظر فقهای بزرگی که از گذشته تا به امروز رو این قضیه کار کردن مشخصه. پس ببینید اگر ما انفال رو در نظر بگیریم، میایم برای هر کس 1% محدودی از سرانه زمین می‌بینیم. آقایون و خانم‌هایی که تو این 75 میلیون نفر دارید زیست می‌کنید،
شما سرانه زمین دارید، شما از این زمین سهم دارید، همونطوری که باور کردن مردم که از زیر زمین یعنی از نفت سهم دارن. اومدن یکی بعد گفتم 50000 تومان بهتون میدم، گفتن 120000 تومان میدم، یکی بعد گفتن 40000 تومان میدم. پس قبول کردیم که مردم از این نفت سهم دارن. اینو بیایم مثلا به خودشون بدیم. امروز کاری که ما داریم کف دانشگاه ها میکنیم در 7 سال گذشته در قضیه مسئله کاداستر، در سخنرانی‌های متعدد، اینه که نسل بعد رو توجیه کنیم به حقشون. آقا از این زمین سهم داری، این زمین مبتنی بر سوره انفال و این زمین مبتنی بر آنچه که سرانه زمین نامیده میشه، شما یه قطعه از این زمین به تو مربوطه. لحظه که به دنیا میای دیگه پول اون زمینی که نباید بدی. الان کارمند شما میبینید 50 سالش بازنشسته داره میشه، خودش 50 سالشه، خانمش هم مثلا 50 سال، دو نفری میشن 100 سال، یک قرن زندگی روی این خاک، یه قطعه زمین ندارن. قبرم میخوان برن الان بخرن، باید برن پول بدن به ذره قبر بخرن. خب آخه این منطقی نیست. آخه چقدر رزمنده داریم، بله. باز داریم که بله. لذا من راه دور نمیرم، خودم میگم دیگه. من با خانمم دوتامون رو هم رفته 90 سالمونه. بعد یه متر گورم نداریم. برای این مملکت هم رفتیم به قول معروف تیر ترکش هم خوردیم. چطور میشه حالا؟ نه من دوست دارم مثلا به این مسئولین بگم آقا شما واقعا به این فکر کردید که یه کارمنده الان 50 سال کار کردی، الان تو این مرحله با حقوق بازنشستگی چجوری باید بره خونه تهیه کنه؟ بله. چرا مسئله سرانه زمین رو جرئت نداریم بهش فکر کنیم؟ لذا مسئله سرانه زمین یه نکته است که البته چون توضیح تکمیلی داره، یعنی چی، چطور ما مثلا زمین رو به طرف هم زمین رو بدیم، بعد این به ارث نمیرسه، طرف لحظه‌ای که مرد زمینش منتفی میشه، یه ریزکاریایی داره که از حوصله بحث خارج میشه، نمیخوام بحث تخصصی کنیم. اما نکته کلیدی اینه، یک، در قضیه کاداستر کار قوه قضاییه تنها نیست، بارو نریزید رو دوش دستگاه قضایی. کاداستر وظیفه تمام دستگاه هاست، یعنی وظیفه مجلس و وظیفه دولت و قوه قضاییه است. دولت در بخش ایجابی، قوه قضاییه در حد اینکه خواست تخلف بشه کنترل کنه. حد قوه قضاییه رو ایجابی نگیریم. میمونه نکته دوم اینه مجلس کارش چیه؟ مجلس کارش اینه که این موارد رو قانون کنه. بله. خب پس اول خود اراده هم هست در مجلس این کار. بله. خبر دارم که ارادهش رو دارن که اینو لایحه بکنن. این نکته رو که گفته میشه مسئولین قائل نیستن در دستگاه قضایی، در دولت، در مجلس، من بحثم این نیست. من میگم که آقا مسئولین همه سر خطن، تنها یک نکته وجود داره، هماهنگ کننده بین اینها وجود نداره. پایه نظریه کار رو در آمایش سرزمینی ببینیم، یعنی هر کس خواست کاداستر رو تو کشور کار کنه بعد آمایش سرزمین رو هم در نسبت با اون کار کنه. این نکته دوم. نکته سوم این بود که آقا طرح انفال رو فراموش نکنیم. ما مسلمانیم، نگاه کنیم ببینیم مفسرینمون در مورد انفال چی گفتن، نگاه کنیم ببینیم فقهاهامون تو این زمینه چه مباحثی داشتن. واقعا من خجالت میکشم بگم که حجم عظیم کاری که فقها تو این زمینه انجام دادن، امروز زمین مانده. عباسی مثلا باید بره مستندات کاداستر در تلقی غربی ها رو مبنای چارچوب مفهومی اون رو، زشته. ببینید من تمام این چارچوب مفهومی که اینا آوردن تو این فضا، این چارچوب مفهومی در حوزه کاداستر و لند پارسل با اون چیزی که من تو نگاه بعضی از فقها دیدم، این شرم‌آور. فردا اگه خدا یقه منو بگیره حداقل من یکی پاسخگو نیستم. میگه آقا تو اندیشه مدرنه که اون طرف امتحان پس داده، جواب خوبی نداده، این رو آوردید ولی خودتون مبانی دینی داشتید کنار گذاشتید. پس نکته سوم هم مسئله انفال بود. نکته چهارم اون موضوع امنیتی بود که مراقب باشیم. وهابی‌ها امروز با یک طرح سازمان یافته تو بعضی از استان‌های ما دارن زمین می‌خرن، این چارچوب‌ها رو دارن دنبال می‌کنن. نکته بعدی این بود که سرانه زمین تعریف کنیم. برای اینکه سرانه زمین تعریف کنیم چارچوب مشخص بشه، من پیشنهاد اداری دارم. من معتقدم ما یک شورای عالی باید زیر نظر رئیس جمهور داشته باشیم در حد شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی. رؤسای سه تا قوه در اونجا عضو باشن. هر کدوم از دستگاه‌ها یک اداره کل کاداستر، حالا با یک اسم فارسی، که ناظر به این قضیه باشه و حدود اختیارات هر دستگاه رو و هر دستگاه وزارتخونه‌ای از زمین داره تو کشور استفاده میکنه اینها رو بیاد مشخص کنه، مستندات رو بیاره، چارچوب قانونش رو بیاره. اگر وزارت نیرو سد جدیدی خواست بزنه، دامنی زمین‌هایی که تحت تاثیر قرار میگیره رو بیاره اونجا نهایی کنه. وزارت کشاورزی، وزارت صنایع معادن، وزارت راه و ترابری، نیروهای مسلح و غیره. دستگاه قضایی هم اونجا یک رأی، یعنی رئیس محترم دستگاه قضایی هم اونجا حضور داشته باشه. خود رئیس دستگاه اجرایی چارچوب کار مدیر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی این چنین کمیته‌های تخصصی و شوراهای تخصصی در قوه‌های مختلف به وجود بیاد، کارو دنبال کنه، آمایش سرزمینی رو از دستگاه مربوطه بگیرن و اینو بتونن یک پارچه کنن. معتقدم اگر یک همچین اتفاقی بیفته، یک چنین یک پارچگی صورت بگیره، نمایندگانی که از سوی مقام معظم رهبری از سطح فقها انتخاب میشن برای بحث فقهی قضیه، برای بحث انفال قضیه، یعنی چارچوب‌های فقهی، اینا میان معیارهای فقهی رو اونجا میارن. رؤسای محترم سه تا قوه و مجموعه در واقع کارشناسان و دوستانی که از دستگاه مختلف در حد چارچوب خودشون کارو میارن اونجا،
نتیجه جمع این موجب میشه که ما ترامای سرزمینیمون، از همه مهمتر مسئله کاداستر و کد کردنمون، این که زمین خدا رو نذاریم از دست بره، یعنی غصب زمین خدا. کسی که زمین خالی میکنه زمین خدا و رسول خدا رو غصب میکنه. این هم یه جور جنگ با خداست دیگه. و لذا تو این چارچوب این مشخص میشه مشکلات امنیتی هم برای کشور به وجود نمیاد. یک نکته رو امام در مسئله تشکیل حساب صد محرومان اونجا میفرماد، اونجا متن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به صراحت مؤید این نکته است که باید مردم و محرومان زمین رو مجانی تحویل بدید. میتونیم متن رو متن بخونیمش؟ قسمتش که حالا اگه شما زحمتشو بکشید. اشکال نداره. بله. متن پیام حضرت روح الله به مناسبت تشکیل حساب صد محرومان. بسم تعالی. اینک به مرحله حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم. دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستم دیده ایران بهره مند شوند. دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنیم. دورانی که همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را به اصطلاح برکنید. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکای به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرت‌ها را بلرزانید. اکنون نیز باید با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج و با تایید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید. در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اتاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌بردند. چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند. این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد. این از حد اقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود. مشکل زمین باید حل شود. و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. آقا وقتی میفرماد یک مرجع اعلم تقلید، یک ولی امر، یک امام مسلمی میفرماد مشکل زمین باید حل شود، این حکمه. این حکم تخلف و تخطی که نمیشه ازش کرد. 32 سال کارنامه‌مون اینجا چی بوده؟ لذا میفرماد که مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیاندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند. این جانب حسابی به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از تمام همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. در این طرح به هیچ پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. تکرار می‌کنم، سرانه زمین که میگم امام راحل 30 سال پیش، ببخشید 1158 مسکن مهرش، بله 21/1/1158 دقیقاً میشه 3 ماه بعد از انقلاب. امام سرانه زمین رو 32 سال پیش گفته. امروز ما باید دست و پامون بلرزیم تو رسانه ملی بگیم که بعضی از دستگاه‌ها بر نخوره. لذا میفرماد چی؟ میفرماد در این طرح هیچ پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. من امیدوارم همه کسانی که زمین‌های وسیع در اختیار دارند به این امر مهم اسلامی و انسانی کمک کنند و زمین در مناطق مرغوب و قابل سکونت در اختیار این طرح بگذارند و نیز هر کس که توانایی دارد در تامین انواع مصالح ساختمانی به این خدمت اسلامی کمک کند. نیروی کار و کارگری به طور وسیع به کار افتاد و دولت نیز تصمیمات لازم را در تامین آب و برق و آسفالت و وسایل عیاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر نیازمندی‌های عمومی فراهم سازد. بنیاد مستضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده شود. نیز دولت باید در طرح‌های اساسی و دراز مدت خود را برای حل این مشکل در سطح عمومی طرح‌های تهیه کند و اکنون این یک تجربه تازه از بسیج نیروی ایمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محرومیت است که ملت با توفیق الهی باید از آن نیز سرافراز درآید. من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی استمداد می‌کنم. سلامت و سعادت همگان رو خواست دارم. من میگم بعد از 32 سال کارنامه ما اینجا چیه؟ آی طالب زاده، نمره قبولی نداریم دوست عزیز و نمیتونیم مدعی بشیم که تو این زمینه موفق بودیم. سرانه زمین تعریف شده نیست. اون انفال در قرآن، این حرف امام که اون روز فرموده آقا پول از کسی نباید بگیرید. حالا این تلاشایی که در دوره اخیر در قضیه مسکن مهر مواردی از این دست شده کفایت نمیکنه. اخیراً شنیدم که مقام اعظم رهبری روی جمعیت و ضریب 150 میلیون نفر صحبت کردن.
ببینید من یک اعتراضی به ادغام وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری داشتم. اعتراض من به دوستان مجلس که رسما و کتبا به خیلیاشون گفتم این بود که آقا جان، وزارت مسکن، مقوله مسکن و شهرسازی مسئله فرهنگیه، شما میبریدش با راه و ترابری که مقوله سخت افزاری ادغامش میکنید. اساسا نظریه شهر در 2500 سال گذشته در عصر هخامنشیان، مفهوم شهر در ادبیات یونانی که میشه پولیس، در ادبیات لاتینی که میشه سیویلایز و ادبیات عبری که میشه مدینا که هم بهش میگیم مدینه و در ادبیات قرآنی که میشه هجر، یک کلمه حبشیه. لفظ شهر، پلیس، هجر، سیویلایز، مدینه مبتنی بر نظریه جامعه سازیه. مادامی که شما در معماری و شهرسازی نظریه پایه برای نظام اجتماعی و نظام جامعه سازیتون مد نظر ندارید، شما شهر رو مجموعه بتون و خاک و تیراهن و سنگ و شن و آجر و آلومینیوم در نظر بگیرید، ببریدش با مصالح چیزی که در جاده سازی و اینها هست ادغامش کنید، شما نشون دادید که نگاه سخت افزاری دارید به مسکن. این میشه که یه آلونک‌های تو این برج‌ها و آپارتمان‌های ریز و درشت می‌کنین، آپارتمانایی که آشپزخونه‌اش اوپنه، فضاش اوپنه، بی‌حجابی در درونش جوری است که خود خانواده داخل خانواده حریم ندارن، حرم ندارن، پنجره رو باز میکنن به خاطر مشرف ملاحظه نمیدونم کنترل انرژی و غیر و ذالک. آقا گفتیم اقتصاد برکت مبنا، شما پنجره رو کنترل کنید، چارچوب خدا به اون انرژی تو اون جامعه برکت میده. چرا انقدر نگاه متریالیستی و مادیگرا؟ لذا متاسفانه از اون طرف بوم افتادیم. پس اگر ما آمدیم به طور حرفه‌ای و تخصصی به این سمت رفتیم که فضای جامعه سازی رو مبنا قرار دادیم، در مهندسی اقتصاد که ممزوج میشه با مهندسی فرهنگ، مشکلات فرهنگی رو خواستیم حل کنیم، این حل مشکلات فرهنگی در گرو حل مشکلات اقتصادی است. سرانه زمین رو تعریف کنیم، فشار از دوش دستگاه قضایی برداریم، دولت بیاد کمک، مسئله کاداستر و آمایش سرزمین رو دنبال کنه، مسائل امنیتی رو مد نظر داشته باشیم، از متون دینی خودمون در مبانی فقهی و در تفسیرهایی که مفسرین در سوره انفال داشتن غفلت نکنیم. حاصل جمع همه اینها این خواهد شد که طرح کاداستر به نتیجه خواهد نشست و طرح لند پارسل و کد کردن زمین حساب کتاب خواهد یافت و مردم ما که لیاقتشون بالاتر از این زندگی است که امروز دارند، قادر خواهند بود با خیال راحت زمینی داشته باشن، خونه رو تشکیل بدن و بتونن این چارچوب ها رو رقم بزنن. همین. فوق العاده متشکرم جناب عباسی. این بحث که زمینه اصلاح فرهنگی در اقتصاد هستش و تا زمانی اگر این اصلاح نخواهد شد، بله، ما یعنی خیلی حرفا برای گفتن داریم تو مرحله بعدی، تو بحث اصلاح بانکداری، بله، که تا زمانی که شما این مسئله این خیلی خیلی برجسته است و کسی هم بهش توجه نمیکنه، اصلا همه ازش میگذرن، من تعجب میکنم. بله. که اصلا نگاه بعد ما این همه صحبت میکنیم در ارتباط با اصلاح مواردی که تو همین برنامه تو مسئله فرهنگ صحبت میکنیم، تا زمانی که این اقتصاد اصلاح نشه، بله، اون تحولی چشمگیر و رهایی بخش در امور فرهنگ نخواهد. من یک جمله کوچولو فقط این انتهای برنامه اشاره کنم، اونم تشکر کنم از مراجع اعزام تقلید، از بزرگان و علما که بعد از اون موضعی که در قضیه جنگ با خدا و ربا بود لطف داشتن به ما و مراتب تشکری که دوست داشتن. از دوستان کارمندان شریف بانک و مدیران خیلی از بخش نظام بانکی که تردید داشتن که آیا واقعا موندنشون تو این شغل ها با توجه به این وضعیت ربوی که وجود داره صلاح هست یا نه، که بحث ما این بود که باید به مرجع تقلیدشون مراجعه کنیم و چارچوب دیگه. لذا این اراده تو جامعه وجود داره و ما باید از همه تشکر کنیم. تشکر از شما، متشکرم برای حضورتون. تا فردا شب شما بخیر.